Як він знайде? Він поняття не має Wypadł coś, że... سلام با همه دوستان. اینجا مرکزی پراگ است. میدان مرکزی انیقترش و طور شما میبینید تقریبا همه مردم حالا در گشت و گذار هستند. هرچند هوا تاریک است ولی ساعت اینجا هنوز 5 است و بیشتر خانواده ها کوشش میکنند که با فرزندانشان از فضای سولینوی بهره برند. تشکر به همه شما، خوب هستم. طوری میبینید ما هم با استفاده فرصت در روز استراحت نمی جنبم باشد عذر. اصلا اگر من خطا نکنم سالهای پیش ارچه اساسی در همین میدان گذاشته میشد ولی چند سال اخیر مکان ارچه اساسی رو کوچوندن. ارچه دوران کمی دورتر است. اگر یادتون باشد سال گذشته ما در آزادی ویدیو حتی نوار کرده بودیم از میدانی که در اونجا ارچه اساسی گذاشته شده بود. حالا اونجا تقریبا گذاشتن نمیشه چون خیلی سرودم است. خودی هم شهروندان و همچنین سیاحان زیاد هستند که میخواهند در این شب و روز از پراگای سولینوی دیدن کنند. ولی پراگ خیلی زیبا است، بخصوص در عرفه سولینو. شروع از مرکزهای تجارتی تا همه کوچه هایش روشن می شود. فروشگاه های اساسی پراگ در همین جا است و این میدان واسلافسکی میگن. تقریبا همه سیاحا از همین جا دیدن میکنن.
شاید ارچه دوشنبه از ارچه پراگ زیباتر باشد. اونایی که در دوشنبه هستن البته بهتر میدونن. در پراگ از روی معلوماتی که من دارم چندان زیاد نیستن، اما مردمی کشور همسایه، منظورم ازبکو، اینجا خیلی زیادن. اونها حتی طرفخانه خود را دارند و بیشتری هاشون در مرکزهای تجارتی همچون پاسبان کار میکنند. چندان خنک نیست، 10 درجه گرمی است ولی هوا بارانی است. هرچند فصل زمستان با برفش زیباست. اینجا هنوز برف نباریده است. اگر خطا نکنم هفته پیش کمی باریده بود، تقریبا 10 دقیقه. دیگر هنوز برف نیست. خودی من رو که هر روز میبینید برایمت بهترش فکر کردم اگر از پراگ تماشا کنید برای شما بهتر می بود. اینجا که حالا میبینید، در اینجا برای اونهایی که چیز خوردن میخواهند از خورشوی چیخی چای گرم است، بیشتر حسیب و کلبسه و خورشو پیشنهاد میکنند. اینجا ارچه هست لیکن ارچه خورد است، این ارچه اساسی نیست. ارچه خورد است و نه، زلطه کرونا به کار ندار اومده است برادر گرامی. برای همین از شما خوش میکنیم که طریق زلطه کرونا مبلغ خود را نفرستید. اساسا کانتکت است و وستر یونیون نه، یک شرکتی دیگر، یونیستریم است و وستر یونیون باید به کار میدار اومد، اما به کار ندار اومده است فعلا. اما اونهایی که طریق کانتکت فرستادن گفتند به مشکل پولهای خود را گرفته توانستند. اینجا مغازه هاست. باید گویم که این شب و روز تخفیف هم زیاد است در مغازه ها با زبان روسی سکیدکا، زیرا معمول است که در چیخ مردم در سال نو هم دیگر توفه ها زیاد میکنن. از این خاطر مردم نیست خیلی زیاد است در داخل مغازه ها و در کوچه ها نیست. و اینجا روزی 24 25 و 26 روزی استراحت است و اونهایی که 3 روز استراحت دارن البته اینجا مغازه ها بسته می شوند، مغازه های خوراکباری، و مردم کوشش میکنن که ذخیره کنند. اینجا که میبینید توفه های خورد است. تشکر به همه اونهایی که تا این لحظه ما را تماشا کردند. برای شما هر کجای شب است شب خوش، هر کجای روز است روزتون بخیر و امیدوارم شما نیز سالی نو خوبی داشته باشید در پیش و همه مشکلات شما حل شود، بخصوص اونهایی که پولهایشون را انتقال داده نمیتوانند تا پیوندانشون در تاجیکستان بگیرند. قبل از این امیدواریم روزهای نزدیک این مشکل نیست با پورگی حل می شود. با امید دیدار دوستان و شام خوبی داشته باشید.